ليتنانت کلون اگنتی مبارزه با مواد مخدر و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مهردین اماموف که ماه فوریه سال 2020 با وعده عفو مقامات از ترکیه به تاجیکستان برگشته بود بازداشت و به افراطگرایی عیبدار شده است. میدبی خدایار و مادر مهردین اماموف به رادیوی آزادی گفت پسرش را مقامات امنیتی هنوز روز 7 ایول در نویه وخش دستگیر کردند. مهردین اماموف در نویه وخش به سر میبرد و بعد بازگشت از ترکیه در اینجا آشخانه را میچرخاند. مقامات امنیتی او را برای گویا یک دزدی در آشخانه دستگیر کرده دیرتر برای به دیگران فرستادن مطلب در اینترنت متهم نمودند. به ضد او بر اساس ماده 307 علاوه 2 تندگرایی با استفاده از واسطه های اخبار عامه یا شبکه اینترنت پرونده گشودند. خبر داده است میدبی خدایارو. این بند قانون همچنین جزا از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات امنیتی ولایت ختلان تا حال در مورد این پرونده شرحی ندادند. حالا مهردین اماموف در بازداشتگاه دوشنبه نگاه داشته می شود. رابعه اماموف خواهر مهردین اماموف به رادیوی آزادی گفته است برای ملاقات به بازداشتگاه رفت ولی بنابر حضور نداشتن مفتش اجازت وارد شدن ندادند. مهردین اماموف 37 سال داشته از سال 2015 تا فوریه سال 2020 در شهر استانبول ترکیه کار و زندگی میکرد. او سال 2007 تا 2013 در اگنتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان و سپس تا سفرش به ترکیه در ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه کار کرده است و عنوان لیتنانت کلان را دارد. او فرزند کمالالدین اماموف یک عضو فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. پدر او سال 2012 وفات کرده است. اسم مهردین اماموف و برادرش سیفالدین اماموف سال 2016 زمان رسانه‌ای شد که آنها در یک مصاحبه با نشریه‌های مخالفین گفتند مقامات تاجیکستان به نزدیکان آنها اجازت سفر به ترکیه را نمی‌دهد و چند دفعه آنها را از فرودگاه و حتی از مرز اسفره با قرقیزستان برگردانیدند. به دنبال مقامات به ضد مهردین اماموف پرونده گشوده از او طلب می‌کردند که به تاجیکستان برگشته بیگناهی خود را اثبات کند. ماه آگوست سال 2015 او در شهر استانبول با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر شده تا ماه ایول سال 2018 11 ماه را در بازداشتگاه ازمیر به سر برد ولی مقامات ترکیه در نهایت از استرداد او به تاجیکستان خودداری کرده ماه ایول سال 2018 آزادش کردند. سال 2019 مقامات تاجیکستان مهردین اماموف را عفو کردند و او ماه فوریه سال 2020 به تاجیکستان برگشت و دیگر به مسائل سیاسی کوش نمیشد و همراه اهل عائله‌اش در زادگاهش نویه وخش به سر میبرد.